خواهر جان، دعا همیشه خداوند مرا ثابت نگهدارگویان دعا میکنید و یکی از دعاهای پیامبر این بود که پروردگار را نگذار که لا تجعل دنیا اکبر همینه، دنیا غم بزرگ من باشد. پروردگار را غم ما را غم آخرت کن. ولیکن این مسئله هایی که شما از دوست داشتن کرته و چیز چور و این چیزها باشد، این رو خودتان رو مجبور میکنید. یعنی نفسی که در داخلتان هست، برای همین بهترین جهاد این جهاد نفس است. از داخل شما رو خیلی به تشویش می اندازد، یا گفتیم از داخل وسوسه می کند که فلانی خرید چرا نمی خرید، چرا مثل فلانی شده نمی توانی. شما باید با اون بجنگید و این چون این هر نفری که شما رو به این راه می کشاند، اگرچه نزدیکترین آدمتان باشد هم از او دوری جوید. خواهران عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن المرء علی دین اخیه فلینظر احدکم من یخالله. انسان در دین دوستش است. ببینید که با کی دوستی میکنید. و بسیاری از کارهای گناه، یا گفتیم همون خرید و هوسهای دنیوی ما به تاثیر همنشین است. همون همنشینی بده که در اطرافمان هست، یا گفتیم دوستی که صالح نیست، ما رو به این چیزها میکشاند. برای اینکه شما ترک دنیا کنید، حتما بشینید واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. به پیامبرش الله و در سیاق پیامبر به تمام مؤمنان میگوید که همراه نفرانی بنشینید که آنها اهل دنیا نیستند، آنها پروردگار را میخواهند، آنها اهل آخرت هستند. شما میخواهید از اهل دنیا نباشید، پس باید از اهل دنیا دور شوید. وقتی که آمیخته شدید به اهل دنیا، خواه و ناخواه یکی از شعله یا گفتیم شراره های آتش آنها به شما هم می افتد، شما رو هم می سوزاند. با یک دعا ما نمی توانیم این همه نفس اماره بالسوء، این النفس لاماره بالسوء الا من رحم ربی میگن. حضرت یوسف صدیق میگن که من یک نفس اماره بالسوء دارم، من اصلا خودم رو در نزد کسی تعریف نمی کنم. نفس اماره در ما وجود دارد، با آن باید بجنگیم. و این چونین با آنهایی که ما را به سوی دنیا میکشانند، با آنها هم بجنگیم. یعنی جنگیدن این نه که قهر شوید، تا حد خود را دور میکنید. در این وقت شما میتوانید بالای این غریزه یا گفتیم بالای این گونه نفس ها پیروز شوید. اما فقط یک دعا خواندن شینم با این کار نمیشود. خیلی مسئله مهم است، خیلی مجاهده و تلاش و جنگ میخواهد که گویا که با شمشیر گردن آن را باید بزنید.